میدونین که هیچ کس به اندازه ما، به اندازه خودمون ما رو تنبیه نمیکنه. این تو یه فول تایم کورت، یه دادگاهیه که تمام مدت اینجا فعاله. بعد یه قاضی بیرحم اونجا نشسته، خسته هم نمیشه، یه چوب دستشه و یه بخش از ذهن این کارو میکنه دیگه. دائم ایراد میگیره، سرزنش میکنه، تنبیه میکنه، ناراضیه، همیشه ناراضیه، همیشه از آن چه اکنون هست ناراضیه و این ریتمو میبره بالا. به جای که آرومتر کنه، به جای که آرامتر کنه، ذهن ریتمو میبره بالا. به همین دلیل خوبه که ما بتونیم حتی این موضوع رو مشاهده کنیم، چون میدونید که سرمایه اصلی شما در این زندگی چیه دیگه؟ خودتون هستید و این رو به هیچ قیمتی نباید فدا کنیم، فدای هیچ چیز دیگری. اول وجود، دوم سجود. حتی برای پیشرفت آگاهی اول وجود، اول شما باید وجود داشته باشید، اول شما باید باشید. شما نباشید هیچ معنی نمیده. اصلا پیشرفت، تکامل، آگاهی، ذهن، پلان هیچ معنی نمیده. اینا تا وقتی معنی میده که هستین شما. به همین دلیل ما قراره که اولویت رو به آگاهی خودمون بدیم.